همین الان یکی که از تو ضعیف داره ازت جلو میزنه. چرا؟ چون اون بیشتر مطمئنه. نه باهوشتره نه با تجربه تر. فقط باور داره حقشه که ببره. و همین باور ساده دنیا رو براش خم میکنه. بذار یه چیز رو روشن بگم. دنیا جای عدالت نیست. دنیا برای مطمئن ها ساخته شده، نه برای حق ها. بیشتر مردم در سکوت شکست میخورن، نه چون نمیتونن، چون جرأت نمیکنن شروع کنن. هر روز هزاران آدم با استعدادتر از تو بیکار میمونن، چون یه نفر دیگه که نصف استعدادشون هم نداره رفته جلو و گفته من میتونم. و جالبه چون وقتی این جمله رو گفته بقیه هم باورش کردن. ما در جهانی زندگی میکنیم که اعتماد به نفس از حقیقت قوی تره. ممکنه اشتباه کنی ولی اگه با اطمینان بگی مردم دنبالت میان. ممکنه حق با تو باشه ولی اگه بلرزی هیچ کس حرفتو نمیشنوه. ماکیاولی میگفت آدم ها به ظاهر قضاوت میشن، نه به نیتشون. پس یاد بگیر قوی به نظر برسی، حتی وقتی درون در حال جنگه. چون قدرت واقعی یعنی کنترل ظاهر، حتی در اوج شک. اعتماد به نفس واقعی این نیست که از هیچ چیز نترسی. یعنی بتونی با ترست زندگی کنی و هنوز تصمیم بگیری ادامه بدی. یعنی صدات نلرزه حتی وقتی قلبت داره تون میزنه. یعنی بدونی ممکنه شکست بخوری اما اونقدر به خودت ایمان داری که باز امتحان کنی. اعتماد به نفس یه جمله انگیزشی نیست، یه انتخابه. انتخاب این که کنترل ذهن خودتو از دست هیچ کس نگیری. مردم ضعیف دنبال انگیزن، آدمای قوی دنبال نظم ذهنی. چون میدونن احساسات میان و میرن، ولی ذهنی که فرمان بردار توئه در هر شرایطی به سمت جلو حرکت میکنه. اعتماد به نفس یعنی بدونی حتی اگه دنیا علیهت باشه تو هنوز آخرین تصمیم گیری. یعنی دیگران میتونن قضاوتت کنن اما فقط خودت میتونی متوقف بشی. آدمای بزرگ همیشه با شک شروع کردن اما هیچ وقت به شکشون اجازه ندادن تصمیم بگیره. اونها شک رو شنیدن ولی بر اساسش عمل نکردن، چون فهمیدن اطمینان از آسمون نمیاد، با عمل ساخته میشه. بیشتر مردم اشتباه فکر میکنن. میگن وقتی مطمئن بشم شروع میکنم، اما برنده ها میگن شروع میکنم تا مطمئن بشم. هیچ چیز بزرگی بدون خطر به دست نیومده. اعتماد به نفس یعنی قبول کنی که ترس بخشی از مسیرته. وقتی یاد بگیری در ترس زندگی کنی دیگه هیچ چیزی نمیتونه متوقفت کنه. آدمای قوی همیشه یه نقطه تاریک درونشون دارن، جایی که ترس‌ها، زخم‌ها و شکست‌هاشون رو پنهان کردن. ولی اونجا دقیقاً منبع قدرتشونه. اون زخم‌ها اعتماد به نفسشون رو شکل داده. هر بار که شکست خوردن و دوباره بلند شدن یه لایه به اعتمادشون اضافه شده. اعتماد به نفس واقعی یعنی بتونی در تاریکی خودت راه بری بدون اینکه از گم شدن بترسی. یعنی بتونی در سکوت خودت بنشینی و هنوز حس ارزشمندی کنی حتی وقتی هیچ کس تو رو تحسین نمی‌کنه. دنبال تایید نگرد. آدم‌هایی که منتظر تشویق میمونن هیچ وقت شروع نمی‌کنن. قدرت واقعی از درون میاد، نه از کف زدن بقیه. اعتماد به نفس یعنی اول خودت برای خودت دست بزنی. هر بار که احساس کردی نمیتونی یاد اون جمله بیفت. همین الان یکی از تو ضعیفتر داره ازت جلو میزنه. فقط چون مطمئن تره. شاید اون سواد تو رو نداره. شاید تجربه تو نداره. اما اون یه چیز داره که تو هنوز نداری. جرأت عمل کردن. اعتماد به نفس عمل در غیاب اطمینانه. یعنی شروع کردن بدون تضمین. یعنی گفتن من میتونم وقتی هیچ کس باورت نداره. و همین هیچ کس ها روزی تو رو مثال میزنن برای اعتماد به نفس. پس از امروز کمتر فکر کن، بیشتر حرکت کن. کمتر توضیح بده، بیشتر نشون بده. و وقتی شک داری به جای اینکه بگی اگه نشد چی، بپرس اگه شد چی. یادت نره
هیچ چیز بزرگی بدون خطر به دست نیومده. اعتماد به نفس ترس نداشتن نیست. جلو رفتن با وجود ترسه. و تو اگه جرأت کنی دنیا خودش کنار میره تا راهت باز بشه.